دختر برهنه و خون از تنش جاری بود و من را نشان دختر میداد و به او میگفت اعتراف کن که این عاشق توست. اما دختر گریه میکرد. ناگهان شمشیرش را کشید و سر از تنش جدا کرد. به نام خدا. دختر شربتی آورد و به من نوشاند. سپس طعام حاضر کرد. خوردیم و به سخن گفتن مشغول شدیم. به من گفت کمی بخواب. خوابیدم. وقتی بلند شدم دیدم پایم را میمالد. گفت من از تنهایی خودم دلتنگ بودم. خدا را شکر که به اینجا آمدی. از او تشکر کردم و مهرش در دلم جا گرفت. آن روز را به عیش و شادی به سر بردیم و شب با هم خوابیدیم. صبح به او گفتم ای خورشید خوبان، میخواهم تو را از اینجا بیرون ببرم و از دست آن عفریت نجات بدهم. لبخندی زد و گفت عفریت هر 10 شب یک بار کنار من میخوابد و 9 شب مال توام. گفتم همین ساعت برآمدگی سقف را میشکنم و خطی که عفریت نوشته را میریزم. شاید بیاید و او را بکشم. چه نیازی است که بدخواه خون ما شوی؟ من به سخن او گوش ندادم و سقف را شکستم. آن دختر گفت ای جوان برو بیرون که الان عفریت میرسد. من از شدت ترس کفشهایم را فراموش کرده و از نردبان فرار کردم. دیدم عفریتی زشت رو وارد شد و به دختر گفت چه اتفاقی افتاده که مرا این گونه ترساندی؟ دختر گفت جز این که در آرزوی دیدار تو بودم اتفاق دیگری نیفتاده. عفریت گفت ای بدکاره، دروغ هم میگویی؟ آنگاه اطراف را نگاه کرد و کفش و تیشه را دید. گفت هر دوی اینها برای آدمیان است. دختر گفت تا حالا آنها را ندیده بودم. شاید تو با خودت از بیرون آوردی. عفریت گفت ای حیله‌گر، میخواهی به من کلک بزنی؟ پس او را به 4 میخ بست و تازیانه زد. من ترسان و هراسان بیرون آمدم و از کارم پشیمان بودم. وقتی پیش خیاط آمدم گفت دیشب کجا بودی؟ من به انتظار تو نخوابیدم. از مهربانی او قدردانی کردم و گوشه‌ای حیران نشستم. خیاط پیشم آمد و گفت مردی غیر عرب در دکان نشسته و کفش و تیشرت را آورده. میگوید آنها را در مسجد پیدا کرده و نمیدانسته مال کیست. کسی او را به بازار خیاطان راهنمایی کرده و آنها هم نشانی اینجا را دادند. حالا در دکان نشسته و تو را میخواهد. وقتی این حرف را شنیدم گونه‌ام زرد شد و دلم شروع کرد به تپیدن. ناگهان زمین شکافت و مرد غیر عرب نمایان شد. دیدم همان عفریت است. بیدرنگ مرا دزدید و به هوا بلند کرد. پس از ساعتی پایین آمد و به همان قصر وارد شدیم. دختر برهنه و خون از تنش جاری بود. عفریت گفت ای بدکاره، این عاشق توست. اگر او را نمیشناسی شمشیر بردار و او را بکش. دختر شمشیر را گرفت و نزدیک آمد. از جانم ترسیدم و اشک از چشمانم ریخت. دلش به حالم سوخت و شمشیر را انداخت. عفریت شمشیر را برداشت و به دست من داد و گفت تو او را بکش و آزاد شو. شمشیر را برداشتم و جلو رفتم. دختر اشک ریخت و من هم شمشیر را انداختم و گفتم این کار را نمی کنم. عفریت شمشیر را برداشت و سر از تن او جدا کرد. آنگاه رو به من کرد و گفت ای آدمی زاد، در آیین ما زن بدکاره را باید کش، اما تو خیانتی به من نکردی. تو را نمی کشم ولی سالم هم نمی گذارم از اینجا بروی. خودت بگو تو را چه شکلی کنم. بسیار زاری کردم و گفتم مرا ببخش تا خدا تو را ببخشد. گفت زیاد حرف نزن، از خونت گذشتم، اما باید به وسیله جادو به شکل دیگری در بیاورمت. آنگاه مرا گرفت و به هوا بلند شد. روی قله کوهی پایین آمد. مشتی خاک برداشت، افسونی به آن خواند و روی من پاشید. فوراً به شکل یک بوزینه شدم. وقتی خودم را به آن حال دیدم گریان و نالان از کوه پایین آمدم. رفتم تا به کنار دریایی رسیدم. گروهی را دیدم که در کشتی نشسته و تصمیم دارند حرکت کنند. خودم را به طوری که مردم نبینند به درون کشتی انداختم. 1 روز پنهان بودم. وقتی مرا دیدن یکی گفت به دریا بیاندازید، یکی گفت او را بکش. با 2 دستم به شمشیر ناخدا آویزان شدم و اشک ریختم. دل ناخدا به حالم سوخت. گفت این بوزینه به من پناه آورده، کسی او را اذیت نکند. پس پیش ناخدا ماندم. هرچه می گفت می دانستم و انجام می دادم تا اینکه به شهر بزرگی رسیدیم و از کشتی به بیرون آمدیم. همان لحظه خدمتگزاران سلطان آن شهر
لوحی پیش بازرگان آورده و گفتند هر کدام خطی روی این لوح بنویسید. من بلند شدم و لوح را از دست خادم گرفتم. آنها ترسیدند که مبادا لوح را بشکنم. مرا زدند و خواستند آن را بگیرند. با اشاره فهماندم که می‌خواهم خط بنویسم. ناخدا گفت بگذارید تا بنویسد، من او را به فرزندی قبول کردم. چنین بوزینه دانشمندی ندیدم. من قلم گرفتم و با انواع خطوط شعرهایی نوشتم. سپس لوح را به خادمان دادم و آن را پیش سلطان بردم. سلطان به جز خط من خط کس دیگری را نپسندید. دستور داد و گفت به صاحب این خط لباسی گرانبها بپوشانید و سواره پیش من بیاورید. خدمتگزاران خندیدند. پادشاه خشمگین شد و گفت ما به صاحب خط میخندیم چون بوزینه است و چیزی نمیداند. پادشاه تعجب کرد و گفت این بوزینه را برایم بخرید، لباس فاخر تنش کنید و پیشم بیاورید. خادم پادشاه مرا از ناخدا گرفت. لباسی گرانبها تنم کردند و پیش او بردند. من زمین را بوسیدم و عرض ادب کردم. اجازه نشستن داد. دور از او نشستم. حاضران از ادب من تعجب کردند. وقتی پادشاه حاضران را مرخص کرد و به جز خادمان محرم کسی نماند، سفره‌ای پهن کردند و همه نوخوردنی آوردند. پادشاه به من اجازه خوردن داد. من هم بلند شدم و زمین را 3 بار بوسیدم و به اندازه کافی خوردم. وقتی سفره را جمع کردند، من به کناری رفتم و دستانم را شستم. سپس دورتر از پادشاه نشستم. او شطرنج خواست و گفت بیا بازی کنیم. جلو رفتم و مهره‌ها را چیدم، اما پادشاه فوراً مات شد. دوباره مهره‌ها را چید و دوباره مات شد. تعجب کرد و گفت اگر این بوزینه از دسته آدمیان بود، گوی سبقت را از همه می‌ربودم و از همه جلوتر می‌زدم. سپس غلام محرم را به دنبال دخترش فرستاد. وقتی دختر آمد روی خود را پوشاند. پادشاه گفت رویت را از من می‌پوشی؟ دختر گفت این بوزینه شاهزاده است که جرجیس ابن ابلیس او را به این شکل درآورده. پادشاه از من پرسید این حرف راست است یا نه؟ با اشاره گفتم بله راست میگوید و گریه کردم. پادشاه از دخترش پرسید تو جادوگری را از چه کسی یاد گرفته ای؟ دختر گفت از پیرمردی سفید مو جادوگری آموختم. پس در این جادویم این است که سنگ‌های این شهر را پشت کوه قاف ریخته و مردم را به شکل ماهی می‌کنم. پادشاه گفت این جوان را آزاد کن تا او را وزیر خود کنم. دختر قبول کرد. چاقویی به دست گرفت و دایره‌ای کشید. بعد از کشیدن دایره چند طلسم روی آن نوشت و چند افسون خواند. ناگاه دیدم قصر تاریک شد و عفریتی ظاهر گشت. همگی به هول و هراس افتادیم. دختر پادشاه به او گفت خوش آمدید. عفریت گفت ای خیانتکار، چطور عهدمان را فراموش کردی و پیمان را شکستی؟ مگر قرار نگذاشته بودیم که دیگر هم دیگر را آزار ندهیم؟ حالا که خلاف وعده عمل کردی، آماده باش تا سزای گستاخیت را ببینیم. سپس دهانش را باز کرد و مانند شیری نعره زد. دختر مویی از گیسوان خود را گرفت و افسونی بر آن دمید. بیدرنگ شمشیر برنده شد و شیر را به 2 نیمه کرد. سر شیر مانند عقاب و دختر مانند مار شد و با هم گلاویز شدند. سپس عفریت به صورت عقابی درآمد و دختر شبیه کرکس شد. مدتی جنگیدند. بعد عفریت شبیه انار شد و هوا بلند شد و به زمین افتاد و شکست. دانه های آن به اطراف پاشید. زمین قصر از دانه های انار پر شد. فوراً دختر شبیه خروسی شد و دانه ها را جمع کرد. دانه‌ای به سمت حوض رفت. خروس فریاد کشید و بال زد و با منقارش اشاره کرد. ما منظورش را نمی‌دانستیم تا اینکه آن دانه را دید. خواست تا آن را هم بردارد. دانه به حوض افتاد و ماهی شد. دختر خودش را به حوض انداخت و نهنگ شد. با هم گلاویز شدند و فریاد می‌زدند. عفریت از حوض بیرون آمد. شبیه شعله آتشی شد. از دهان و چشم و بینی او آتش می‌ریخت. دختر هم خرمن آتش شد. ما از ترس می‌خواستیم خودمان را به حوض بیاندازیم. آنها با هم گلاویز شدند و آتش به هم می‌زدند. شررهای آتششان هم به ما می‌رسید. اما شراره‌های دختر آزار و خطری نداشت. سپس شرری از عفریت به چشم من خورد و نابینا شدم. شرری هم به پادشاه خورد و چانه‌اش سوخت و دندانهایش ریخت. شرری دیگر هم به غلام محرمش رسید و فوراً مرد.
به مردن خود راضی شدیم و در اضطراب بودیم تا اینکه صدایی گفت زیان کرد کسی که کافر شد. دیدم عفریت مشت خاکستر شد. دختر از آتش بیرون آمد و آب خواست. بردی به آن خواند و روی من پاشید تا به شکل اولم در آمدم، اما یک چشم نداشتم. دختر هم گفت ای پدر، من هم میمیرم. برای شنیدن ادامه داستان ویدیوی بعدی ما رو دنبال کنید و کانال منو سابسکرایب کنید.